با نام و یاد خدا و درود به شما عزیزان گیمر. بنده امیرحسین شهرکی ملقب به طوفان و ایشون رفیقم علیرضا رحیمی ملقب به علی دروغ یا همون علی اسار. با سلام خدمت شما عزیزان. بنده امیرحسین شهرکی، آیدی پی اس ان ام سندرس ایکس 90، همونجور میبینین لول تروفی 508. بنده در حوزه گیمینگ فعالیت دارم و امروز با ویدیویی برای شما میخوایم ارائه بدیم درباره بازی بتلفیلد 6 که این وارزونشو آوردن بچه‌ها، بتل رویالشو به نام ردسیک که رایگان هستش و همه میتونن داشته باشن. الان در ادامه ما میخوایم بهترین سنسیتیویتی که داخل بازی شما داشته باشین و کاربردهایی که داخل بازی و چیزایی میتونیم بردارین و هنوز نمیدونیم بهتون بگیم چیکار کنین. الان بازی رو میخوایم پلی کنیم. سیزن یکش هم هست همونجور که مشاهده میکنین. شما در ادامه وقتی که بازی رو یه بار اجرا کرده باشین، وقتی داره لود میکنه الان اینا میاد زب در بزنین اسکیپ میشه، یعنی سریع میتونین برین داخل بازی رو کانکت بشین. الان زب در ما میزنیم. بتلفیلد 6 خیلی ترکونده، یعنی واقعا بازی بی‌نظیریه. من و همکار و رفیق 15 سالم علیرضا رحیمی براتون میخوایم بگیم داخل بتل رویال شما چجوری کنین که دیرتر بمیرین و بتونین جزو 10 نفر اولین اسکواد هایی که زنده میمونن یا بالاخره باقی مانده بتونین بشین. خیلی خوب. درست. حالا یک نکته هست که واسه ورود به بازی بچه‌ها باید تو ای ثبت نام کنن. اگه وقتی رفتین بازی رو حالا اگه دیسکشو خریدین یا مثلا از اون از استور خریدین نتونستین وارد بازی بشین، دلیلش اینه که اول باید تو ای بریم بازی رو ثبت نام کنین. حالا شروع می‌کنیم به بازی. ما میریم داخل لودت‌های بازی، اپراتورها رو بهتون معرفی می‌کنیم. اینا رو می‌بینیم ما داریم به خاطری که ما نسخه فانتوم ادیشنش رو خریدیم، $100 بوده بچه‌ها، پری اوردر کردیم. در اینجا شما مشاهده می‌کنید 4 تا گروه مختلف ما از کاراکترها رو داریم مشاهده می‌کنیم. اسالت رو می‌بینیم. میریم داخل اسالت. خب این قابلیتش چیه بچه‌ها؟ همونجور که مستحضر هستین و می‌بینین اسالت اپراتوریه که یکم سریعتر عمل می‌کنه و تخصصش روی گان‌های مثل ارزم به حضورتون فکتوری M433 هستش. گان‌های بسیار خیلی سریع که بخواین کیل بگیرین. گانا رو ببینم بچه‌ها. خب اسالت رایفلا، شما به اینا کلا تخصص این اپراتور به اینا هستش که شما بردارین سریع عمل کنین. حالا بریم چون یکم نمیخوام ویدیو لانگ بشه، میریم اپراتور بعدی. انجینیر شما داخل بتل رویال خیلی عالیه، باهاش میتونین گاف صندوقایی رو باز کنین که کار هیچ اپراتوری جز انجینیر نیست. میریم اپراتور بعدی. ساپورتر داخل بازی ساپورت میکنه و یک شوکی داره، سریع میتونید شما اپراتورتون رو یا اسکوادتون که داخل بازی هستن ریوایو کنین. علی جان خیلی عالیه، یعنی من بهتون پیشنهاد میکنم بیشتر توی ردسیک که میرین بتل رویال بازی میکنین یا ساپورتر بردارین یا اسالت، چون خیلی عالیه. ولی اگه خوبیاش هم اینه که آمو میندازه. آره تیر خیلی میندازه و عالی هستش. حالا در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. بریم اپراتور آخرام ببینیم. ریکونو خیلی بچه‌ها اپراتور گادی. شما داخل ردسیک اگه اسنایپ باز هستین فقط ریکون بردارین، چون شما با اون سه تا اپراتور قبلی بخواید استفاده ازشون بکنین اسنایپ کلا لرزش داره داخل. غیر از اسنایپ قابلیت مخفی کاره کلا مخفی کارانه است. یکی قابلیتش اینه گجت داره، درون. میتونید شما درون کنید. درون به قول معروف مادون قرمز حرارتیه که شما میتونید خیلی مخفیانه واسه بقیه بچه‌ها اسکواد دشمن رو اثبات کنید. اونا میتونن راحت به راحتی بزنن که به درد خب اسکوادایی که تیم ورک دارن میخوره. عالیه و واقعا اپراتور پرکاربردیه. راست میگه. همین درونش خیلی عالیه. شما اصلا مهمترینش درونه. آره به شرطی که 4 نفرشون با هم باشن، با هم دیگه 3 نفر اینو کاور بدن. آفرین. درست. حالا بچه‌ها ما میخوایم استارت کنیم. خب میرسیم سراغ بتل رویال 2 نفره رو میزنیم که میخوایم بهتون توضیح بدیم و در ادامه سنسیتیویتی که بهترین سنسیتیویتی رو داشته باشین تا بتونین راحت بزنید. ما لول 27 هستیم بچه‌ها و بتل پسش هم داریم، چون همونجور که در اول ویدیو گفتم فانتوم ادیشن رو ما خریدیم، بهمون بتل پس و رایگان داده یک سیزن. سرچش هم خیلی عالیه، حتما کراس پلیتون آن باشه چون بخش بیشتری از بتلفیلد 6 و پی سی گیمرها تشکیل دادن. خب ما اپراتوری که بهش بیشتر باش بازی میکنیم برمیداریم.
ریکون برش تو میبینین همچنان چون که عرضم به حضورتون تا پلی کراس پلی آن سری پر میشه، خیلی این خوبه. حالا ما صدامون هم بازه، داخل دسته میبندیمش. خب به نظر چیه تا بازی لود بشه یه توضیحات بیشتری در مورد بازی بدیم؟ این که تغییراتش مثلا که مثلا تفاوتش با کال آف دیوتی چجوریه؟ بهتر نیست در مورد صحبت بکنیم؟ کال آف دیوتی ببین یک چیزی که هست، بیشتر بتلفیلد برای پی سی گیمرها خیلی راحت تره علی جان. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه سنسیویتیش جوری طراحی شده، بیشتر برای من احساس میکنم موس و کیبورده. درست. نظر تو چیه؟ نظر من خب خیلی آخه میدونی که چی میگم، بس تعصبه. خیلی ها کنسولن، خیلی ها پی سی گیمرن. مثلا ما که مثلا همیشه کنسول بودیم 4 5 باز مثلا 4 اسلیم اینا، ما میخوام در مورد 4 صحبت بکنیم. به نظر تو من موافقم، واسه کنسول هم عالیه، سنسش اینا واسه این بازی واقعا نفع نداره. خب تو این بازی خب تفاوتایی که با کال آف داره اینه که قدرت تخریب پذیریش کلا طبیعیه. شما با این نارنجک با یک آر پی جی میتونی قشنگ ساختمون رو بیاری پایین. اون که آره تخریب پذیریش طبیعی خیلی تره. عالیه. خاطر خبر از اسکینای رنگی و این اسکین بازی و رنگ بازی نیست. من توی یه کلیپ دیدم داشتن مولتی پلیرشو پلی میدادن، یه قسمت بود حالت یه بیل میکانیکی بود بلند، بعد اینا اومدن یه آر پی جی بهش زدن، کلا بیل میکانیکی افتاد از بالا. خیلی اینش طبیعیه. در کل میتونم بگم که این بازی خیلی بازی غافلگیر کننده. بچه‌ها رو ما به زودی صحنه‌های تو بازی نشون بدیم که واقعا غافلگیر میشن، چون این بازی به نظر من خیلی بازی طبیعی. حالا بحث تعصب نیست، ما یه عمر کال آف باز بودیم، الان لول خودمونم تو کال آف 1000، ولی از وقتی این بازی رو دیدم واقعا محو شدم. خب حالا واسه کسایی که تا این بازی رو تجربه نکردن نشون میدم چرا که ما محو این بازی شدیم و واقعا عاشق این بازی شدیم. حالا در ادامه بازی استارت شد. مپ خیلی بزرگی داره، واقعا خیلی بازی با کیفیت، با گرافیک و واقعا زیباییه و میتونم بگم سخت‌تر از کالافه زدن پلیراش. فکر می‌کنم که توی کالاف راحت‌تر بتونیم پلیرها رو بزنیم، ولی این سخته واقعا بازیش. خب در ادامه الان منطقه رو می‌بینیم. آره بازی شروع شد بچه‌ها، ما اسکواد 2 نفره رو انتخاب کردیم. هر جایی دوست دارین میتونین خودتون رو بندازین پایین ولی فرود بیاین. ولی به نظر من صبر کنین ببینین این بالا نشون میده چند نفر رفتن پایین. خب شما یا همون اول باید بپرین که پلیرها بیشتری ها میپرن و شما رو میزنن، یا هم که بزنین صبر کنین یکم میره آخرتر، خلوتتر این آخرها. خب همین جالبترش قسمت زونشه. آره میتونین بیشتر زنده بمونین، خب چون آخرین نفرها هستین. زون این بازی به صورت آتیش، یعنی خیلی اینش زون کالاف نیست که شما اون زون بره شما عقب گیر بکنی و هلت کم بشه. آتیشه، خیلی زیباست. آتیشه به سمت شما نزدیک میشه. و باید بگم که بهتره که تو زون گیر نکنین، چون مثل کالاف فرصت گیرتون نمیاد که فرار کنین، زود کلا میمیرین. راستی اینم بهتون بگم بچه‌ها، شما هر اپراتور یا کاراکتری رو که برمی‌دارین بر مبنای همون لوت باکس بهتون میده. خب اسنایپ برمی‌دارین بیشتر گانای اسنایپی میده، اسالت برمی‌دارین بیشتر اسالت میده. و قسمت لوداوت بازی خوبه. شما در اینجا می‌بینین که باید برین اول سریع آیتم لوت کنین وردارین. خب این انمی آواش اینا حتی تو آوا راه انمی الان سمت چپ انمی بود تو این خونه، انمی الان دقیقاً همینجا. و اینا خیلی گانای کاستومایز شده عالی بهتون تحویل میده این ماشینا. خب اینجا میبینید ما تا اومدیم برداریم زدن نمی. شما خوبیش اینه که راحت میتونین یک بار اسپان بشین، ولی سری بعدی باید فقط چی اسکوادتون بره شما رو از جایی که اسپان میکنه به صورت فری، مثل کالاف نیست که پول بدی مثلا اپراتور تو کاراکتر اسکوادتو بخری. قسمت بار اول به صورت خب همینجوری سریع. خب اینجا میبینیم بچه‌ها ما اینو به دستی دد دادیم که شما ببینید 20 ثانیه شما طول میکشه، 20 تا 30 ثانیه شما دوباره ریسپان بشین. خب دفعه بعدی توی بازی با تو نقشه به صورت یه بالون کشیده شده که شما میتونید به صورت‌های تکراری مکرر افراد اسکوادتون رو کلا یه نفر 2 نفر 3 نفر کدوم مرده باشن کلا اونا رو بازی برگردونید. آره که البته اونم باز وقتی داخل اون محوطه میشین یه صدایی میده که انمی رو متوجه حضور شما میکنه که میگه که چه طرف اومده اسکوادشو بک بده. بعد خیلی مراقب باشین وقتی میخواین این کارو بکنین، حواستون جمع باشه.
خیلی خوب شروع شد. بازی نسبت به حجم کمی که توی ردسیک داده رایگان 50 تا 80 گیگ، گرافیک خیلی عالی داره بچه‌ها و بسیار معتاد کننده است. شما بخواید به صورت حرفه‌ای بازی کنین بچه‌ها باید از این آنالوگا تهیه کنین. خب این کنترل فریک، خب قیمتی هم نداره، 500 تومانه، خیلی کاربردی و خیلی عالی. کوچیک بزرگ داره، شوک سمت راست بزرگتر، سمت چپ کوچیک‌تر، تعادل دارین، میتونین عرضم به حضورتون لگد بگیرین و کنترل کنین اسلحه اپراتورتون رو به صورت خیلی راحت. همونجور که مشاهده میکنین اسنایپ داد. چرا؟ چون کاراکتر بازی ما ریکون هستش، بیشتر لوت باکس ها رو عرضم به حضورتون اسنایپ میده. خب این اسکواد بودن. آره دیگه شانس بعد اومدیم جای بعدی اسپان شدیم. خب اینجا ما میتونیم منتظر دوستمون باشه که ما رو بیاره یا اصلا بازی نمی‌کنه. میتونیم خارج بشیم، دوباره خارج میشیم، دوباره استارت میکنه. این دفعه خب چطوره که به صورت 4 نفره استارت کنیم؟ آره 4 نفره خیلی بهتره. آره شاید بتونیم حالا چون با اینکه توی پارتی نیستیم شاید با اونا تونستیم یه تیم ورک خوب تجربه بکنیم و نشون بچه‌ها بدیم. خیلی خوب استارت کن. این دفعه اپراتور ساپورتر یا انجینیر اسالت رو برداره. برو بریم. خب اسالت یکی از قابلیتایی که مهمی که داره اینه اینم بتل پسشه بچه‌ها. خیلی خوبیش اینه که نسبت به بتل پس کال آف و آیتمایی که کال آف دیوتی در اختیار بازیکنان و پلیرها قرار میده خیلی طبیعی ساخته. یعنی ببینید شما کاراکترها رو می‌بینید خیلی طبیعی، لباسشون مثل زمان حال گرفتن ساختن، دست سازندهشون درد نکنه، خیلی طبیعیه دیگه، انیمیشن و خبری از کارتون نیست. خب حالا میریم استارت میکنیم. 4 نفرش ردسیک بتل رویال. درست. خیلی بازی محشریه و ترکونده ها، یعنی استقبال خیلی زیادی شده و یکی از خوبیاش اینه واسه هموطنان عزیزم بخوام بگم این بازی فریه. دقیقاً این کال آف دیوتی قسمت وارزونشو دقیقاً آوردن و فری گذاشتن و نسبت به کال آف که خب وارزونش 300 گیگه، این بازی کلاً 40 گیگه. خب بچه‌ها می‌بینید که ما این دفعه اسالت رو انتخاب کردیم. خوبه. اسالت خب قابلیتش اینه که خب مثلا فرستره، سرعتش بیشتره و زودتر خب آرمور رو زودتر بچه‌ها آرمور جایگذاری میکنه. خب مشاهده کردین که راسپلی آنه، سری باز پر شد و شما الاف نمیشین داخلش. هرچند کالاف هم اینجوری است ولی این نسبت به کالاف بچه‌ها طبیعی‌تره، یکم سخت‌تر بازی. این فرق اف سی و پی اس میمونه. خب پی اس 2021 نه ای فوتبالی که الان رایگان شده. اف سی خیلی طبیعی و گل زدن و اینا سخت‌تره، ولی پلیرایی که وارد هستن و قابل احترام هستن برای ما عزیزان، اونا توشون گادن دیگه. ولی پلیرهای مبتدی که بازی میکنن، این دقیقاً بتلفیلد فرقش با کال آف دیوتی اینه سخت‌تر هستش و یه کمی باید دقتتون رو بالا ببرین. خب حالا در ادامه ما همونجوری که گفتیم بهترین سنسیویتی و لوداتی که داریم و براتون به نمایش میذاریم که شما ببینین. الان ما داخل بازی براتون یک اسلحه ور میداریم، تیراندازی میکنیم که شما ببینید عزیزان لگدگیری و زیاد پرشی نداره، کنترلش چقدر راحته با این سنسی که ما چیندیم. و این سنس هم ما چندین سنس عوض کردیم توی بازی، امتحان کردیم که بشه راحت با کنترلر اونو انجام داد. شما باید این دشمناتون رو بزنید چون سنس خیلی مهمه. سنس بالا شما مثلا طرفو که میبینی اگه یک کم این ورش بکنی کلا میچرخه. میدونی چی میگم؟ سنس پایین شما قشنگ رو دشمن میتونی فوکوس بدی بزنی. یه خوبی که بتلفیلد داره، کسی که لیدر اسکوادتون هست با یک زبدر میتونه تمام اسکواد رو از هواپیما بندازه پایین از این هلیکوپتره. آره بر قسمتی که بخوام برم. خیلی خوب. خب بپر. نگاه همه رو داره کنترل. جایی که بچه‌ها خوب اسپات کردن. و اسکوادی حرکت کنین، سولو شما رو زود میزن از بین میرن. و این عکس بالونی که می‌بینید، آره نه وایسا، عکس بالونی که توی مپ می‌بینن یک بار که رایگان میاد اون اول بازی، ولی اگه تایم زیادی از بازی بگذره شما رو باید اسکوادتون برن ریوایو بدن. نه دیگه اسپانش کنن. آره دیگه اون قسمت خیلی بدن سمت چپ. عالی. برو روش فینیشر. یه فینیشر بزن. دو تا آرسه که شما بزنی بچه‌ها خودش کشت. خیلی خوب اونجا نرسید. آره. یه
خوبی که داره شما نایف که بزنید یه چاقو به قلبش میزنه و همون زمان مدالشو میکشه. آره خیلی مثل جنگ جهانی برای اون طرف خیلی زیبا شد. اینجا می‌بینید تیرا و اینا اضافه میتونیم برداریم بچه‌ها. این که دوستان عزیزم میتونن خب به اسکواد حرفی ما بپیوندن. ما با به قول معروف دادن خب آیدی خودشون به ما و بازی کردن. خب یه بار دیگه ما میتونیم اسپام بشیم به صورت 30 ثانیه. الان خب اینجا از اسلحه میخوام بهتون الان یک اسلحه حالت اسالت یا LMG برداریم بهتون الان به دیوار تیر میزنیم ببینید چجوری با این سنسی که ما چیندیم چقدر کاربردی و عالی هستش. صدا پا واقعا یک صدا پاش یکم ایراد داره علی جان. صدا پاشو باید گفتن استودیو سازنده گفتن صدا پاشو آپدیت میکنن روش دارن کارن چون صدا پاش خیلی اذیت میکنه اشتباه میکنه. اشتباه خب درسته ولی خب همین که تو از حضور دشمن با خبر بشی خیلی مهمه. صدا پاش یه جوری هست که واقعا خیلی واضح شنیده میشه تو بازی. خب اونجا داره دیپلوی تاور شما از اون قسمت میتونین افراد اسکوادتون رو ریوایو بدین. همون باکس ها رو مشاهده میکنید و همونجور اپراتور ما اسالت هستش بر مبنای اسالت بهش میده. الان ما ببینید تیر میزنیم به این اینجا ببینید شما لگدگانو بدون لگد بچه‌ها بهترین سنسی که ما چیندیم که باز در ادامه بهتون سنس رو میگیم همه توی یک نقطه بچه‌ها. خیلی خوب حالا میریم در ادامه جلوتر بازی رو بهتون ادامه میدیم و این سری مورد بازی رو بچه‌ها قطع میکنیم و از سنس طبق قولی که الان دوست ما آرش خب نمیتونه دیگه اسمان بشه چون اون اولت رایگانش هم استفاده کرد بازم داون شد. حالا اون رندوم پلیره. آره خب الان به بچه‌ها نشون میدیم چجوری باید اسپانش کنید. میان اینجا بچه‌ها قسمت شکل بالونه مربع رو نگه می‌دارید. باید حدود 1 دقیقه داخل این دایره محوطه وایسین تا که تو این 1 دقیقه هم همه دشمنانتون با خبر میشن شما اثبات میشین با صدای آژیلی که میده با همه یک اپراتور انمی رو مارک میکنید میان که نذارن شما رو بس 1 دقیقه دووم بیارین همونجور مشاهده کردید مارک شد. تیرم نداریم بچه‌ها. خیلی خوب پشتیبانی اگه از پشتیبانی استفاده کنیم میتونید تو توپخانه آره خونه رو بمبارون کنید. ببینن بچه‌ها از تخریب پذیری بازی خیلی خوب شما تو تخریب پذیری بازی رو ببینید مشاهده کنید بچه‌ها کلا فرو میریزه به فنا میره. ببینید یکم آره خب نکن خیلی طبیعیه بچه‌ها. اینجا شما اگه مشاهده کنیم شاید تخریب پذیری طبیعی بازی میشین. خیلی اصلا واو. ببینید شما از این بازی دیگه بهتر فکر نکنم سراغ مشاهده سال 2025 همونجور که دیدیم خیلی عالی. کلا ساختمون تخریب شد. آره بابا تیر کلا 7 تا داریم بچه‌ها. درسته بعد باز دوباره اونا اومدن با L1 مارک میکنه بچه‌ها. L1 بهتون نشون بدم با این ولی ما چون ستینگ دستمون فرمونه ما با این هدف میگیریم با این R1 تیر میزنیم با دایره به جای L1 ما با این L2 R2 ایم و تیرمون نیست بچه‌ها. حتما اینو فقط انجینیر میتونه باز کنه. همونجور که بهتون گفتم اپراتور ما اسالت انجینیر نیست و ما نمیتونیم بازش کنیم. پس میریم به راهمون ادامه میدیم. و خوبی اپراتور اسالت اینه لدر داره راحت میذاریم بچه‌ها میریم بالا. همون ایت باکس هم هست باز کنیم. بازی گرافیک فوق العاده عالی داره. این منطقی اینه که ما فرود اومدیم یکی از شلوغ‌ترین مناطق. خب دوباره اگه نشون بدی خب شما میتونید دوباره باز این پشتیبانی توپخانه رو ببینید. خیلی عالی. کل منطقه رو هوا الان میتونید ببینید دقیقاً. خیلی زیبا واقعا طبیعی واقعا اصلا ببین شما ببینید چی شد خیلی گرافیک فوق العاده بالایی داره بچه‌ها. ما در ادامه طی روزهای آتی بیشتر کلید در مورد بتلفیلد 6 میذاریم و ما یه اسکواد 4 نفره هستیم طوفان اسکواد. با اسکوادمون بچه‌ها میریم براتون میذاریم. خب دوستمون هست ولی داون شد. بله مرد. خیلی اسکوادمون رو میبینیم بچه‌ها. اسکواد رندومه ها بچه‌ها اسکواد خودمون نیست.
خب بچه‌ها اینم که می‌بینین چنل یوتیوب ما رو حتما داخل بیو اینستاگراممون هست، حتما برین سابسکرایب کنین. ویدیوها رو ما اونجا ادیت خیلی ویژه براتون انجام میدیم و آپلود میکنیم. یوتیوبمون رو حتما لطف میکنین، سابسکرایب میکنین، حمایت میکنین ما رو. همونجور که گفتیم بازی رو میخواستیم تموم کنیم که سنس رو به شما نشون بدیم. خب. حالا برمیگردیم به منوی بازی. خیلی خب سنس بازی رو ما این موزیکش خیلی باحاله، ددن دن ددن. دقیقاً اون هیجان بازی رو القا میکنه. خیلی خب بچه‌ها میریم داخل ستینگ بازی، کنترل، زبدر بزنیم زبدر. خب در اینجا میبینین اون اینفینیتی ایم سنسیویتی رو باید بچه‌ها روی 63 بذاریم. گزینه دومش هم آف، گزینه سوم فیلد ویو. بچه‌ها ما چون یکم چشامون ضعیف هسته فیلد ویو رو آوردیم پایین، از این پایینتر متاسفانه نمیاد. فیلد ویو برای کسانی که چشم عقاب ایگل دارن میتونن ببرن بالا. خب پایینی ورتیکال ایم ریتو حتما بچه‌ها باید بین 50 تا 45، یعنی 45 تا 50 باشه. پایینی ورتیکال زوم ریتو اونم باید بین 45 تا 50 52 باشه. خب میریم پایین، میریم مشاهده میکنین. اینا رو حتما بچه‌ها جدی بگیرین برای دقت گانا و ایمینگتونه. حتما اینو بذارین روی بتلفیلد 2042 اولد قدیم و بتلفیلد وی. پایینیش هم باید بتل 1 بذارین، بعدیش هم باید بذارین بتلفیلد 4 و 3 و بقیه بتلفیلد. این ایمینگ لفت رایتینگ رو حتما بچه‌ها روی 25 بذارین. خب این به خاطر این حالت زیاد شوکات و نیم بر اونور نمیره موقعی که تیر میزنه. نگرد تو فن حالت. آره ما این دابل تپ فوروارد تو اسپرینت رو بزنین روی اسپریت و این گزینه کش تاگل اسپریت رو آف کنین بچه‌ها. چرا که این خیلی شما موقعی که دارین میدوین باید 2 بار دایره بزنین تا این فست یک حالت دریفتی براتون بکشه، ولی شما وقتی اینو آف کنین دارین میدوین یک دایره بزنین خودش راحت براتون یه دریفت میکشه اپراتورتون. بیا پایین، برو 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 برو. اینو حتما آف کنین به خاطر همونی که گفتم باید 2 بار بزنی. اینو آف کنین یه باره، دابل تپ اینو آف کن. بیا پایین. خب اینجا میبینین این زوم سنسیویتی ایم بچه‌ها. خب این زوما اونو اولی رو بذارین روی 88، بقیه رو بچه‌ها 100 بیارین پایین. خب شما بزرگترین مشکلتون داخل بازی‌های شوتری مخصوصا بتلفیلد که بیشتر برای پی سی گیمرها ساخته شده برای موس و کیبورد، این ببینین بالا باشه شما خیلی فست این برا نمیتونین کنترل کنین با دسته، چون شما قاعدتاً با موس نیستین اساتید. اینو بیاریم پایین بچه‌ها روی 40 50 نگه دارین همه زوم‌ها رو. همشون دیگه. آره زوم 1، زوم 1.25، زوم 1.50، زوم 1.75. بعد شما جالبیش اینه گانی که موقعی که میخواین از روی بازی ورش بدارین اون زده زومش چند هستش. خب اینم طبق قولی که دادیم سنسیویتی رو به شما عزیزان نشون دادیم. حالا ما میریم داخل لایبرری بازی‌ها دستگاهمون و شما میتونین به ما کامنت بدین که ما از چه بازی براتون بیایم انستالت. این بازی‌هایی که ما داخل دستگاهمون داریم و همه رو قانونی داخل اکانت خودمون خریدیم بچه‌ها. داین لایک د بست، دوم د دارک، دش استرندینگ 2، یو اف سی 5، اف سی 26، بعد ارزم حضورتون دد ایسلند، کرش، بتل وان که الان نشون دادیم، سایبرپانک، گوستاف یوتا، گوستاف تسوشیما، گاد آف وار راگناروک، گاد آف وار ریمستر، کینگ آف، مافیا. هر بازی مافیا دول کانتری که واقعا ضعیف بود بازیش نسبت به سال 2025 ولی داستان خیلی زیبایی داشت. حالا کاری نداریم، برمیگردیم بقیه بازی‌ها رو می‌بینیم. ردد که اصلا گاده درش نیاز به حرف زدن نیست. خیلی خوب بچه‌ها، خوشحال میشیم ما رو حمایت کنین، دنبال کنین و چنل یوتیوب ما رو حتما در بیو اینستاگرام هست برین سابسکرایب کنیم. در آینده ما قرعه کشی داریم و هدایای ویژه‌ای داریم که اونا رو در لایو اینستاگرام در خود لایو زنده انتخاب میکنیم. حتما ما رو حمایت کنین بچه‌ها که کارهای ویژه‌ای براتون در نظر داریم. بنده دوباره با افتخار امیرحسین شرکی کوچیک همتون، خاک پاتون، طوفان، ملقب به طوفان و لیدر طوفان اسکواد. تا دیدار بعد، بدرود.